سلام همراهان بسیار عزیز و به نهایت ارجمند. اینجا میخوایم درباره نتیجه گیری از 21 درس موفقیت که ما گفته گذاشتیم و خلاصه برداری کرده پیش که شما عزیزان کردم. خیلی پیش برده وقتی شما رو زیاد نمیگیریم، یعنی موفقیت دست یافتنی و قابل پیش بینی است. بگذارید مهمترین پیام این درس ها، این گفتار کاملا تکرار کنیم که و آن این است که موفقیت قابل پیش بینی است عزیزان. موفقیت شانس و اقبال یا تصادفی نیست و زمان و مکان نمیشناسد. موفقیت قابل پیش بینی است، مانند خورشیدی که از شرق طلوع و در غرب غروب میکند. با تمرین اصولی که آموختید در خط پیش جبهه زندگی حرکت خواهید کرد. شما نسبت به افرادی که این درس‌ها و استراتژی ها را نمیدانند یا عمل نمیکنند افضلیت غیر قابل انکار خواهید داشت. عمل به این اصول این افضلیت را خواهد داشت که در بقیه زندگی خود شاهدی موفقیت روزافزون در زمینه شغل خود خواهد بود. عزیزان، اگر با سعی و کوشش و قاطعانه کارهای را انجام دهید که دیگر افراد موفق انجام داده‌اند، چیزی در جهان نمیتواند شما را از این که یک آدم موفق بزرگ شوید باز دارد. هیچ محدودیت برای آنچه که میتوانید انجام دهید داشته باشید، زندگی کنید و یا فکر کنید وجود ندارد. باید داشته باشید که بهتر از داناتر از آنچه که تا کنون تصور میکردید هستید. شما میتوانید انسانی برجسته و سرشناس باشید. شما استعداد و توانایی هایی دارید که خیلی بیشتر از آن حدی است که واقعاً به آن پی بردید و یا تا کنون از آن استفاده کردید. شما عزیزان در درون خود پتانسیلی دارید که با آن میتوانید کارهای شگفت انگیز در زندگی خود انجام دهید. بزرگترین مسئولیت شما این است که آرزوهای بزرگ در سر پرورانید. تصمیم بگیرید که واقعاً میتوانید. خواستن توانستن است و برای رسیدن به موفقیت طرح بریزید و استراتژی را که در این گفتارها آموختید هر روز در راستای آرزوها و هدفهای خودتان به کار ببندید و قول بدهید هرگز از آنها چشم پوشی نکنید. وقتی این کارها را انجام دهید خود را در صف فرشتگان قرار دادید. شما توقف ناپذیر می شود و موفقیت شما غیر قابل قبول خواهد بود. با عرض سپاس و اخلاص به همه شما عزیزان که 21 گفتار ما را پیگیری نمودید، 21 گفتار را دیدید، تماشا کردید و ما چقدر خوشحال و چقدر خوشنود هستیم اگر شما از این گفتارها و از این درس‌ها برای خود چیزی را گرفته باشید. در همین جا ما با شما درباره 21 درس موفقیت، 21 گفتار و برای ثروتمند خود ساخته شدن خیر خوش میکنیم. حتما دیگر برنامه مرکز خرد دوام یابند. با امید سعادت، روزگار خوش و اقبال بلندی هر یکی شما عزیزان. خدا نگهداری شما باشد. با دیگر نوارهای مرکزی خرد بمانید.